چالش 30 روز با خدام. روز اول: سلام، امروز میخوایم بریم جایی که همه زائرها با صداش خاطره دارن، یعنی نقاره خونه حضرت. 45 دقیقه قبل از نقاره زنی خدام این بخش با خوندن زیارت امین الله میرن تا خدمتشون رو شروع کنن. از گرمخانه کرنا و طبل‌ها رو برمی‌دارن و وارد نقاره خانه میشن و هر کسی در جای خودش مستقر میشه. صلوات خاصه حضرت رو قرائت میکنند و سرنواز کرنا رو برمی‌داره و رو به گنبد در اون میدمه و صدا میزنه رضا. پس نواز هم جواب میده رضا جان. همزمان طبال‌ها هم شروع به طبل زدن میکنن. وسطای نقاره زنی طبال‌ها با هم جابجا میشن و اواخر نقاره زنی سرعت طبال‌ها زیادتر و دمیدن در کرنا نزدیکتر و به هم پیوسته تر میشه و با دمیدن ممتد در کرنا نقاره زنی بعد از 20 دقیقه به پایان میرسه. میتونید در پست‌های بعدی معنای نواهای نقاره رو از همین صفحه، یعنی صفحه رسمی حرم مطهر، ببینید. راستی نقاره زنی هر روز به جز ایامی که پرچم گنبد مطهر مشکی هست، صبح‌ها 20 دقیقه قبل از طلوع خورشید و عصرها 20 دقیقه قبل از غروب خورشید انجام میشه. بعد از اتمام هر نقاره نوازی وسایل جمع و تا نقاره زنی بعدی به گرمخانه منتقل میشه و همه در یک موقعیت با چشمانداز ابدی با چای حضرتی پذیرایی میشن و در پایان درب نقاره خونه تا نقاره بعدی قفل میشه. به نظرتون چالش بعدی رو با خادم‌های کدوم بخش بسازیم؟